نشنویم این اخبارات ها نیست. باید دانید کدام خدمتچی چه انتظام دارد، خب چه منبع‌های درآمد دارد، از کجا کار زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. روید، من دور نروید، روید بازار، روید بازار شما مسئول رو باید روید گردید میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشان میگویند در کجا کدام کارمند چی کارده مشغول است، در کدام دانشکده عالی کدام آموزگار چی کارده مشغول است. هست آموختن در کار برای یک کادر تربیت کردن چی سال لازم است. وظیفه ما شما، وظیفه اگنتی پالاتای حساب، پروکراتور دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفتناکی حقوقی شهروندان بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانونشکنی نزنند. این وی آخرینش است. محبس کردن، وی کردن. حساب کنیتان اگر 10,000 در یک سال وی کنیتان چقدر کودک یتیم میماند، چقدر زیانی معنوی می شود. برای همینم پایانتر ایستاده میگذارم، ما در قانون تغییرات وارد کردیم که در جنایت های کارلشانی، کمامد و تصرف آنهایی که برقرار میکنن بالای وی جریمه میکنن، جریمه های معین شده را از وی محبسی وی آزاد کردیم. همین نمی همینطور نیست. ما شما آدم پیش که کارمندی میلیسا هستیم، اگنتی هستیم، پالاتیم، پیش هستیم گنرال هستیم، مارشال هستیم، کدام نباشیم، ما انسان هم خیلی ما شما انسان در ساختار در همون حدود وکالتی خودم شهر است، نوعی است کار میکنیم. کارمند پروکراتور هست، اگنتی هست، خب دیگر ساختارهای انداز هست، جماعت هست، رئیس نایه هست، پروکرور هست، سود هست، امنیت هست، کارهای داخلی هست. ما در یک نایه‌ای که 15,000 20,000 100,000 اهالی دارد نمیدونیم که چی وضعیت است، نمیدونیم که کی با چیکار مشغول است، نمیدونیم. اگر که ندونید خوبش کار کردن در کار نیست. اگر اخبارات معلومات نداشته باشید شما حتما به خطاگیر آمدید. اکثریتان یا از پروکراتور آمدین، یا از وزارت کارهای داخلی، یا از ساختار دیگر، یا از سودها دیگر. هست در آدمیزاد این چیزهای تا وقتی که حیات است، ممات است، وی است، بخیلی هست. به من همین راه قطعی میدارم همیشه با من تو را نشان میتیم. هم عریضه تشکیل میکنیم، هم خنون میسنجیم، هم بعضا کارهای دیگر میکنیم. این خیلی فکت هم است. حتما باید همون کادر میاشکن کنیم، حتما قصدن. این فکت هم است. لیکن این خصلت انسانگری نیست. این خدمت صادقانه هر یک خدمتچی دولتی نیست. با شما را نمیرود. آینه بر این تازه من میدانم که چیکار دارم مشغول پایانتر ایستاده میگذارم. او قدر شمارتان زیاد نیست. من تأسیس دادم. اگر همین مناسبت باشد، اگر همین طور استیل کاریتان باشد، همین ساختار را برهم میدیم. قسمتان برای خودتان کار کرده ایستادید، پرابلم ایجاد کرده ایستادید. وقتی کارمندی کروپسیا خود دست به کروپسیا میزند، این چگونه ساختار است؟ این چگونه متدی انتخاب و قبول کردن با کارمندان است؟ لیکن حالا ما معلومات داریم در بعضا لایه‌هایی که صدها میلیون دلار را تشکیل میکنند عموما کار غیر قناعت بخش است. با یگان طلبات معیار تکنولوژی راهسازی یا ساختمانی جوابگو نیست. 15 سال اخیر نیست جلسه حکومتی ما دایر به همین موضوع علاوه صحبت نداشته باشه. برای چی نیست؟ برای اینکه در جار
نه کارمندان اگنتی، نه پلات حساب، نه پروکورورهای ولایت و شهر نایا وظیفه های خدمتیشان را پاکیزانه اجرا نمی‌کنند. بعضا خودشان دست به کارپسیون است. من دارم در دست معلومات. بعضا پروکورورها چیکار دارند؟ از کجا تامین ولایت قانون میشه؟ از کجا رئیس ولایت شهر نایا بعد پیش روی این کمبودی را میگیرد؟ وقتی خودی کارمندی کارپسیا و خودی کارمندی پروکوراتور دست به کارپسیا و زمین فروشی پای دارد. خودم تاسیس دادم، خودم در ساختاری همین ساختار قریب که در وزارت کارهای داخلی برهم دادم، این سالهای پیشتر بود، ریاست بود، اپراولینیا بود، دایر مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی و کارپسیا. قریب 400 زیاده از 400 نفر کار میکرد. من برهم دادم. همان زمانی بود که دیگه من بر معلومات شما میارم مقایسه کنیدتان. همان زمانی بود که اکنون مردمی ما با مهاجرت میرفتن. اکنون کم و بیش آرام شده، صادرات میوه سبزیجات بود با پیرواد بود با واسطه بانک‌ها. چیکار میکردن؟ بعضناش بعضی کارمندان کارپسیا این روزا برین نظارت میکردن بانک‌ها را که پیرواد گرفت، که قرض گرفت، به دست میبردن 200,000 میگیری 100,000 شو مرا میدی. من برایم برهم دادم. من کردم مداخله کارمندان تمامی از پروکوراتور وای کردن، سیستم پولی بانکی مالی من کردم، فرمان قبول کردم. همه روز خواهد در کدام گوشه ده باشد مبلغش میگیرد، دلار قطعی میگیرد، سامانه قطعی میگیرد، پولی وای قطعی میگیرد. من خلاصه برآوردم چقدر ساختارهای نظارتی زیاد شود همه قدر سطح کارپسیا زیاد میشه. این چی است؟ این روی راست زکس است. این روی راست هدفی وای دارد، ناپاک دارد. من میفهمم بعضی دلایل جنایتی باشد یا که از جناب پروکوراتور درخواست میشود یا که اگر ساختار مقامات دیگر که فوری سنجش کردن در کار، لیکن اکثریتش و مقصدناک هدف قطعی است. یا اینکه میرود رئیس مجموعه میگیرد که 3 کس مرا جای زمین میتی، نیکی گفت تمام. رئیس جماعت 4 تا رئیس جماعت گرفته دیگر کشور روسیه رفتگی. از دستی کی؟ از دست کارمندی کارپسیا و پروکوراتور. برای چی؟ زمین میتی من نمیدانم زمین منم 4 کس من رو زمین میتی برای خانه نزدیک نایه تکمینی ما شما بود. ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستادیم. اکنون دولت ملی بنیاد کرده ایستادیم. در همه ساحه‌های اقتصادیات خواجگی خلق مملکت کادرها نمیرسند، متخصصان نمیرسند. هستند. بیاید رای وای قطعی خوبش پیشی راشه به تلویزیون به یک چی وای کردن ممکن است. گیرید؟ یا که اگر بسیار وای باشد 1 مرتبه 2 مرتبه کارهای پروفیلاکتیک گذاران دعوت کنید که برادر یا کارمند پروکورور است یا اگنتی است یا پلات حساب است یا از کارمند میلیسی است یا که امنیت است دیگر ساختار اینجا شین تاریخ خطاگی‌ها کرده ایستاده ایم. من شما را آگاه میکنم. من نماینده وای من حجتم خطاگیات اصلاح کن نکردی فهم که عاقبت در نزد قانون جواب میگوید. نشاید کار کرده بخیر. اگر کمتر عقل داشته باشد اگر نه در عرب چیزی وای باشد یا اصلاح میشود یا که بعد یک ماه به دست میافتد وای میکند در نزد قانون جواب میگوید. یا یکی از سیستم راندن کار. چرا یک کارمند تمامی ساختار را بدنام کند؟ برای چی؟ یک کارمند کارپسیا به نام 6 نفر اولادش از ناحیه رودکی زمین گرفته است. یگان سردار ریاست یگان کارمند ندانست. همگی 3 ماهش در کار کرده نشد در ساختار. رئیس جماعت مجبور کرده است ترسانده، رئیس ناحیه را مجبور کرده ترسانده است.
یگان کس رو ندیدیم، حس نکردیم. رفتارشه، کردارشه ندیدید اون.